به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستانم، میدانم درد فراق سخت است. دور از وطن، دور از بستگان بسیار سخت است. یکی از فراق زن و فرزندان، یکی از فراق پدر و مادر و یار و دوستان رنج میکشد. میدانم هرگاه که درد هجران و سوز فراق تو را به نهایت رسید، مخصوص وضوع بگیر و در خلوت با پروردگار خیش راز و نیاز کن. او که صدای تو را میشنود، او که حاضر و ناظر بر همه اعمال بندگانش هست و از پدر و مادر نسبت تو مهربان تر است. چه بسا نفرانی بودند که دور از وطن چه امید و آرزوهای زیادی داشتند، اما جسدهای بی جانشان به نزد یار و دوستانشان آورده شد. چه بسا نفرانی زیادی بی گناه زندانی شدند و چه بسا نفرانی زیادی صحت و سلامت رفتند، اما بیمار به نزد پدر و مادرشان آورده شد. دوستانم، پناه از این همه ناخوشی ها به سوی خداوند خیش کنیم. وای بر روز کسانی که روی نیاز به سوی دیگری دارند. چه بسا نفرانی اند که از یاد خدا غافل شدند، خداوند را فراموش کردند، دست به شراب و دزدی و زنا زدند و با اعمال زشت و ناپسند خیش شیطان را از خودشان خوشحال کردند. پناه از آن روزی که بازیچه دست شیطان شد. از جمله کسانی نباشیم که خدا را فراموش کرده باشیم، کسانی که خدا را فراموش کردند و خداوند نیز آنان را به فراموشی خواهد گرفت. خدایا، پناه از آن روزی که تو را فراموش کنیم و تو هم ما را به فراموشی بگیری. پروردگارا، ما را هیچگاه و هیچ وقت تنها نگذار و نفسهای ما را به دست خود ما وام مگذار که از خطاکاران خواهیم شد. دوستانم، خداوند دعای غریب را میپذیرد. در حق دوستانی که بی گناه زندانی شدند دعای خیر را فراموش نکنید و در حق برادرانی که بیمار هستند و در حق ما نیز دعای خیر کنید. مواظب خودتان باشید، امانتهایتان را خیانت نکنید، پدر و مادر را نگران نکنید، صحت و سلامت برگردید. شما را به خدای خیش می سپارم. خداوند همه ما و شما را در پناهش بگیرد. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجتهایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه دکتر بختیار مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. سوستره ملایم رستم ایسو من خدم یک چپت جقیده گم سوتا پردمون شنا سرسد سخت نگم. این پوچتا برداشته میتونی؟ پوچتا؟ ای بخش بخش نه نمیتونی؟ نه خیلی پول نیا نیمتم. مقصد که همجا نمیشه حوج کردن، اما وزبی نه. همجا شه حوج کرده میتونی و اینجا شه حوج کرده میتونی اینجا. این همین بور پول میدم. چقدر هم میاد این دارم یکو. وقتی میاد دیگر اخیری زور میاد میاد دیگر اگرشن نمیشه. اما خیلی برادرو شفای جانب الله برای دادرکمون دعا را فراموش نکنید. پول رسلب سکو سرت ای ماشاءالله وایسا سرت بیو پرداخت
Ya buraya vardım. Peşin tamam. Bırak kafa. Ne bakayım. Nacım. Stoта расслабься. Tamam. Sar takta. Sar. Önemli. Bardakta gel buraya. Koş. Ne buraya? Ne buraya? Kafamı yıkayayım. Tarafım çap ya. Tamam, Gryzie okej. Şiştim. Nefes alırım. Buraya bir şey de yok. Kubarlarım poçtam. Bardo, bilan bardo. İneki bardo. Ne, çamur. İneki roz bardoruş. Bardo ko. Maşallah, bodgarishon. Ozan. Kam chapta bardo. Dardami dabda. Maşallah, ya rezultat. Xo'p. Aysa dayda mervada xudo darimo. Jamshid, ha? Gdzie to jest jak? Ali, taraf kulu. Ay, klub میشم بگو. یا برگه بردو کن. ماشاءالله. بودو کو. کم خیلی کو سجده کن. اموزا. بسم الله. نه میشه. نم جدا بشین. جدا بشین. بچه جون. خیلی. انم خیلی. بشین کو. هم با کمش. انم خیلی بشین. بو خامشان. سجده کن نمازda. بعد استوتمون اخویم. نمازا چی میخونم؟ نمازا. Rozkota. Ana, bu bir şey. Neşile poçaydı. Kancalar şimdi öğrenmeyin içezi bırakır. Xo'p, barakat kalona. Shidana to'g'ri. Bu sajda kun namoz kun. Kun namoz buxungu chiqalar. Bir şey. Bokash tayyor. Ko'radi ozgina akajamshi. Üçgen. Baraki biz yapalım. Takip boşta rozkın.
تایش روز کن ساعت یا تای سردمون ساعت آرام بایست تای پوچه درست میکنی بالایی ساعت ریختن سر یه بار گم غسل لبسه میکرده از جوی میشیدم با پشت بیست با پشت نگاه که ماشاءالله لو بخ تو میخره دیگه قفو تر بیست باز کلال دا پاسر کمی نجوه پون تر بیست چی؟ یه پریوم سمالیات میگم بروز کن پو تا روز کن آنها که پول نرست لبسه دی ناو زور شده دیگه میزنی خواه سرتی نفازه برو سرتی الله اکبر ماشاءالله چوکا تو کجا رپاس کامیونو تا سرتی اوخه نگاه که هم خود سخت کسی من برای چه جون کنیم برای چه که رسل عبسکی او شوی پورا سرت پورا دا با دیگرشم شروع کن پیش نه بولو چی ساعت آرام بس سر بخیکن خیخون را دیگه بطوز کن قفو تر بیست یاد دستم باید کتیم Boş benim cevabım böyle. Sakın ha. Khirab gar. Kuş cross kıhta. Koy sibjo jabsh. Ha? Koy khabshin kush ta metuni. Ma fahmsh ta metuni ya. Khiko. باز تو باور داری که خونه رفتن میتونم خود رفته خونه میتونی خیلی مقصد برگشتم خیلی درگردیدم مقصد خیلی سوچ شدم برگشتن نمیتونستم برگشتن نمیتونستی ها مخلوق خیلی در جام خستن نمیتونستم کدای روی بشیم خیکو برا داری بشی میخوای نفس آزاده کم خیکو اجا سوچ شدم خیلی بود خیلی خوب شک میخوای که تو فوتبال برای فوتبال ممکن است جورا جون گوش کن مقصد که سیانس تو دو سیانس دیگه دوری فهمیدی فوتبال ممکن است کار ممکن است 5 کیلو زیاد وجود نمیکنیم توبت کنم که شهر غریبه مقصد تو چند خرم مقصد بعد 5 روز بعد گوش کن یک دیت یک ماه یا 20 روز کار باشه سبک 5 کیلو زیاد وجود نکنیم 5 کیلو زیاد ممکن یک ماه 2 ماه احتیاط کنه ان شاء الله نظم میشه باز ما ایجا بچه خیلی دستی مهنت کارا شفا تو با کمی توبت ما مخول شدی صاف وجه مخول شدن گوش کجا این خیلی که برادر بعضی نمیدونین هر چی میگن که آدمی خودشونه و خودشون سودا سودا من همین آدم یکم مورد نیستم نه مقصد همین کار درومیم همین مقصد یوتیوب دادید این مقصد بهتری نکرد های توبت سوز میکنه برادرای همین شفا جنوب الله های شفا جنوب الله شلو با هم رالو
بس کنن هم آدمای کم خیلی هر چی می‌نویسن بس کنن او مقصد خوبی عدس میگن دیگه نکنن مقصد این اکر گفتی گپا که چی مهنت عدس میام میکنه بعد با مهنت خودش مقصد با روزی علاق میکنه مقصد پیش هم بیه مقصد هم کدوم تامین مقصد همین کسل استمودا بوشین مقصد بین یکا بهترین بودن خوبای تشکر مقصد خودت نبود میکنه برادرها دودار ما خداوند شفای کاملش بده مثلا گفتی اما خودش که شفای جانب الله های این مردک اخلاص کرده اومده رنگ شما وری اینیم که ما را دستگیری میکرد در یوتیوب در کانال و ما را بسیار دیگه پیش یکم را شناسیدیم هر حالش وضعیت چدیدیم دودارا گفتیم که امرته که بیچاره امرته کرد اومد خرید تست گریجه داشته الحمدلله شفا جانب الله نه که دودارا ما پول جواب داگ نیستیم باید دو بار دیگه اومدنش در کاری وازبینی نمیکنه ولی الحمدلله خرید دیدن چه خیر بود دوزش خامت شبه ان شاء الله بعد تا ان شاء الله توی ان شاء الله توی در خبرمون میکنی خیا کجان یکم خب پناه خداوند گمان شد دوره به حق ما به مرا فراموش نکنید لایک پیبلتون کلاقت بزنید